وظیفه‌های زن نسبت به شوهرش یا برعکس این شوهر بر بالای زنش. اولا بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد وظیفه‌های زن نسبت به شوهرش. اولا اطاعت از شوهر، اطاعت و فرمانبرداری شوهر در معروف، چون که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند انما الطاعة فی المعروف. به درستی اطاعت تنها در کار نیک است. روایت بخاری و مسلم است. از این حدیث برمی‌آید که اطاعت زن شوهرش را در همه امور دین دنیا، حتی در کارهای مباح هم لازم و حتمی است، بجز آن چیزی که مخالفت امر الله یا که رسول الله صلی الله علیه و سلم را نمود. دوم، نبار آمدن از خانه مگر با اجازه او شوهرش. و دلیل این که زن بدون اجازه شوهر خانه خود را ترک نکند قول الله سبحانه و تعالی است که فرمود وقرن فی بیوتکن. البته که زن باید در خانه های خود بمانند و بدون اجازه شوهر از خانه بیرون نبرایند. در آنچه که از آثار صحابه و تابعین آمده است در شأن زن در خانه‌های خود قرار گرفتن این است که زن از خانه‌های خود بیرون نشود مگر با اجازه شوهر و این داخل میشود تحت قول الله سبحانه و تعالی و قرن فی بیوتکن، در خانه‌های خود بمانند. سوم، حفظ آبروی شوهر. حفظ آبرو و ناموس شوهر برای زن ارزشمندترین چیز در خانه خود باشد و دلیل آن قول الله سبحانه و تعالی که می‌فرماید در سوره النساء الصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله. به درستی که پس زنان صالحه، زنان اطاعتکار، قناعتمند، حفظ کنندگان غایبند در آنچه که الله سبحانه و تعالی برای آنها حفظ کرده است. پس زنان صالحه یک از صفاتهای آنها این است که آنها حفظ میکنن آبرو، ناموس و شرف مال مرد را در حالی که مرد خانه قرار ندارد. حفظ خانه و داخل نکردن هیچ کسی از مردم، خاصتا مردان بیگانه به خانه، چون در حدیث که روایت مسلم است رسول الله فرمودند لا یحل لامرأة، با هیچ زن جایز نیست ان تدخل بیت زوجها احدا یکرهه، داخل نماید خانه شوهرش کسی را که شوهرش آن را دوست نمی‌دارد، خوب نمی‌شمارد. دیگر نگاه داشتن سر و اسرار و امانت ها بین هم دیگر و این داخل میشد در تحت قول الله سبحانه و تعالی حافظات للغیب. زن سر و اسرار راز شوهر را نگاه می‌دارد، چی حاضر باشد چی در غایب بودنش. و دیگر از حقوق جوابگو بودن به نیازهای شوهر، همبستری، بجز اگر مانع شرعی در اینجا داشته باشد، چون رسول الله صلی الله علیه و سلم که روایت بخاری و مسلم است فرمودند اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه، اگر زنش را دعوت نماید به سوی فراش، به سوی جایگاه، فلم تأتیه، و این فیراد را، این درخواست را طلب نکرد، فبات غضبان علیها، و شوهر خواب رفت در حالی که غضب بر زنش دارد، لعنتها الملائکه حتی تصبح، ملائکه های کرام در حق این زن نافرمان لعنت میکنن، او را لعنت میفرستند حتی تا صبح دمیدن. و زن به هیچ وجه روزه های نافله را نگیرد مگر با اجازه شوهر. رسول الله که در روایت بخاری و مسلم فرمودند لا تصوم المرأة و زوجها شاهد الا باذنه، زن وقت شوهرش حاضر است نباید روزه اختیاری، روزه های نافله بگیرد مگر با اجازه او شوهرش. از شوهر چیزی طلب نکردن که طاقت توانایی آن را ندارد، از آن طلباتی که وی طاقت بر زیادی آن را ندارد از آن این چیزها را طلب نکردن، چون الله میفرماید که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، الله هیچ کس را بیرون از تواناییش تکلیف مکلف نکرده است. و دیگری از نیکوترین اطاعت فرمانبرداری ها این همیشه خود را برای شوهرش زیب و زینت بدهد، زیبایی برای شوهر، چون زیب و زینت برای شوهر این یکی اساسناکترین مرحله های خوشبختی خود زن میگردد. حتی ابن عباس رضی الله عنهما فرمودند که اینی لاتزین لمرأتی، بدرست که من برای همسرم زیبایی میکنم، کما احب تتزین لی، چونه که من دوست میدارم که برای من هم زینت بنماید. من برای زنم خود را
زیبا آراسته میکنم چنان که دوست می‌دارم که وی هم برای من این زیبایی را داشته باشد. و همچنین صبر در تلخی و شیرینی های زندگی. رسول الله در بیان زن صالحه بیان کردم که این نظرت الیها سرتک، اگر تو به سوی او نظر کردی تو رو خوشحال میگرداند. و این امرتها اطاعتک، اگر تو او را امر کردی به تو اطاعت فرمانبرداری میکند. و دستگیری شوهر در مشکلات ها و سختی ها. این عملهای زنان صالحه و پاکدامان است که در روایت ذکر و یادآوری شده اند. از خصلت های عملهای زنان صالحه است. الله زنان ما را زنان صالحه و شایسته قرار بدهد و زنان این امت را به سوی نیکی راهنمایی کند. اما وظیفه های شوهر نسبت به زن، اولا نفقه، خوراک، لباس، پوشاک و خانه. دلیل آن قول الله سبحانه و تعالی است که الرجال قوامون علی النساء، بدروست که مردان سرپرست زنان را بر عهده دارند و بما انفقوا من اموالهم، و آنچه که از مال و دارایی خود نفقه می‌نمایند. و همچنین در حدیث روایت مسلم است که نفقه آنها بر معروف بر دوش شما مردان است. و دیگر از حقوقها با اخلاقی نیک با زن روبرو شدن، با او خوش معامله و خوش رفتار بودن، با تبسم نیک و آرامش دل. رسول الله فرمودند که خیرکم لاهلی، بهترین شما کسی است که با اهلش بهتر است. و انا خیرکم لاهلی، و من بهترین کسان با اهلم هستم. و قول الله سبحانه و تعالی و عاشروهن بالمعروف، و با آنها با معروف با نیکویی رفت آمد کنید. پس این نقطه اساسناکترین چیزی است که حیات دختر رو با این جوان نیکو میگرداند و خوشحال و خوشبخت میشوند. و همچنین قدرمندی کارهای خانه، یعنی در کار و فعالیت خانه دست داشتن، با همسر خود دستی کمک یاری کردن، حتی وظیفه ها و مسئولیت هایی که او دارد او رو در آن کار دستیاری کردن. از انس رضی الله عنه روایت است که گفت کان النبی صلی الله علیه و فی مهنت اهله، اینکه رسول الله صلی الله در کاربار خانه اهل خود با آنها بود، در کارهای خانه با اهل خانواده‌اش کمک یاری میکرد. پس این است از مردانگی و کلام نیک و با مهربانی با او ملاقات کردن. چون که رسول الله فرمودند الکلمه الطیبه صدقه، کلمه طیبه، کلمه نیکو، این صدقه است. پس از اینکه ای برادران شما با زنان نامحرم خوش معامله و خوش رفتار هستید، با زنان خود این را انجام بدهید، چون زنان نامحرم برای شما با این معامله خود چیز نمیدهند برای شما و از دست آنها یگام خیری هم نمیبینید. اما این رو برای اهل عائله خود انجام دادن خیرات بزرگی رو برای شما الله نصیب روز میگرداند و درهای عظیمی از رحمت رو برای شما میکشاید. و همچنین توجه به احتیاجات زن، چی مادی چی معنوی. و عاشروهن بالمعروف، با آنها با معروف، با نیکویی، با معامله خوب رفتاری کنید. و همچنین فراموش نکنید از هدیه ها برای زنان خود، برای زیاد شدن مهر و محبت نسبت همدیگر. رسول الله فرمود که تهادو تحابو، باید دیگه تحفه ها بدهید تا محبت زیاد بگردد. پس سبب های بر کثرت زیاد شدن محبت شوهر در نزد همسرش یا برعکس، این با همدیگر مهربان و تحفه ها هدیه کردن، دست همدیگر گرفتن، خوشنودی را به دست آوردن و همدیگر رو همیشه در خوشحالی دست گرفتن. پس زندگی خانوادگی باید بر اساس و پایه محبت و احترام و تقوا استوار بگردد. الله سبحانه و تعالی و رسول او صلی الله علیه و سلم هر یک را، زن و شوهر را، همسران را با حقهای وظیفه‌دار و مکلف کردند تا این خاندان با گلزار تبدیل شود، نه به یک میدان نزاع. زنی صالح کسی است که به شوهرش در نیکی اطاعت میکند، شرف خانه اش را حفظ میکند، سیرش را نگاه میدارد و برای شوهرش یک منبع آرامش و نیروی قرار میگیرد. و بدون اجازه او شوهر بیرون نمیبراید، فریضه های شرعی را رعایت میکند و در شیرینی ها و تلخی ها صبر و زیبایی را نشان میدهد. و شوهر صالح کسی است که نفقه و احتیاجات زنش را تأمین میکند، با او با اخلاق نیک رفتار و معامله میکند و زحمت زن را قدر میکند، با کلام شیرین و مهربانی در دل او محبت را میشناند و حقوقهای زنش را در این خاندانش رعایت میکند. محافظ همدیگر میگردند، هر دو در برابر فرمانهای الله و رسول الله تسلیم هستند، عمل کننده. خانه‌شان را در این دنیا در زندگی مثل بهشت آرام قرار میدهند. اگر چیزی هم ندارند ولیکن
شکر و سپاسگزاری را با هم دارند، محبت و صمیمیت را با هم دارند، احترام و بزرگی را بر هم میگذارند و شرف و آبروی همدیگر را حفظ و حمایت میکنند. سبحانك اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیه.